مردم به او لقب آیرون من را دادند و معتقدند استخوان‌بندی او از میلگرد ساخته شده است، اما مؤسسه نشنال جیوگرافیک از او به عنوان بیزین من یاد کرده است. مکانهایی که او برای پریدن انتخاب می کند مناسب خودکشی بوده و به همین علت کلینیک های اپلاسیون و لیزر با کمبود مشتری مواجه شدند. به گفته گیمرها آنها در بازی های ویدئویی برای حفظ جان خود ارزش بیشتری قائل هستند، اما بیزین من به هیچ عنوان. تمام وانت های شهر به دست این بزرگ داشاق از ناحیه شاسی دچار خونریزی شده اند، به خصوص پراید وانت که به یک گوز بند است. طبق نظرسنجی های انجام شده شانس زنده ماندن در گروه اشباح سیاه بیشتر از این ورزش